بسم الله الرحمن الرحیم. اگر پادرد داری، درد پا، درد استخوان، اوان تو بریده، خالی از لطف نیست که این گیاه امتحان کنی. اسمش چایر هست. چایر. خوب توجه بفرمایید. این ریشه های این گیاه، قشنگ نگاه کنید. ریشه های گیاه واسه درد مفاصل، درد استخوان خیلی خوبه. حتی واسه بیمارای MS هم تجویز میشه که من دیدم که نتیجه گرفتن. کسایی که میخوان از درد استخوان، درد پا، دردهای دست، دردهای مزمن راحت بشن، ریشه این گیاه ها میتونن به صورت دم کرده استفاده کنن و انشالله نتیجهشو ببینن. این یک مورد دیگه، کسایی که عفونت ادراری دارن، عفونت رحم دارن و با دارو و این چیزا خوب نمیشه، یه نوع گیاه دیگه هستش که به نام پنیرک. شاید بیشتر عزیزان این گیاه رو بشناسن. این پنیرک باید این برگاشو بکنید و دم کنید و بخورید. هفته 2 بار این دم کرده رو استفاده کنید. من بهتون قول میدم که سر 1 ماه نشده از دست عفونت اینا خلاص میشید به امید خدا. انشالله که هیچ کس درگیر مریضی و بیماری نشه، همه تنشون سالم باشه و ازتون خواهش میکنم که این پست های منو حمایت کنید. منم تا اونجایی که راه داشته باشه با کلیپ هایی که میدارم راهنماییتون میکنم. البته الان اکثر مردم ماشاءالله دیگه آگاهن، روشن فکرن، ولی خب بعضی نکته ها هستش که ریزه گوشتت بکنیم بهتره. این گیاه پنیرک که من حضورتون عرض کردم، برگاش واسه عفونت مجاری ادراری و عفونت های رحم و اینا خوبه. بعد این ساقه هاش واسه انواع سرطان خوبه، البته به صورت دمنوش. و این گیاه و هر کی من معرفی کردم استفاده کرده، الحمدلله استفادهشو برده. حالا یک گیاه دیگه هم هستش که اینجا هستش. انشالله کلیپ بعدی به این خواهیم پرداخت. قشنگ توجه کنید. کلیپ بعدی به این میپردازیم. انشالله کسایی که درد رنج میبرن با این نکات ریز و این داروهای گیاهی انشالله درمان بشن. شما را به خداوند یکتا میسپارم. امیدوارم که تنتون سالم باشه، کنار خانواده‌تون سالم و شاد زندگی کنید. خدا نگهدارتون.